دوران بارداری شما بعد از سری از ادویه‌جات و مواد گیاهی پرهیز کنید، نمیتونین ازشون استفاده کنید. یکیش بادام شیرینه، البته روغن بادام شیرین، دارچین، گلپر، فلفل سیاه، زعفرون، رازیانه، رزماری و خیلی چیزای دیگه. حتی لیمو شیرین شما نمیتونین استفاده کنین. بقیهشون رو توی کپشن براتون مینویسم که مواد مضر توی بارداری رو هم بهش توجه کنین. و همینطوری که شما برای خوراکتون نمیتونین اینا رو استفاده کنین، قطعا به پوست و موتون هم نمیتونین بزنین. پس حتما قبل اینکه بخواین محصولی رو برای پوستتون، موتون انتخاب کنین، حتما به نکاتش دقت کنین، به مواد تشکیل دهنده‌ای که داره، چون شما هر چیزی رو که استفاده کنین جنین به خودش جذب میکنه و خب یه سری از موادی که شما استفاده میکنین ممکن باعث سقط جنین بشه و این خب اتفاق خوشایندی نیست. پس به این موضوع خیلی دقت کنید.